ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон, модарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Казан ТЖ. Умедворам ки ҳаматон саломат ҳастед, ҳаматон бардам ҳастед, ҳаматон бақувват ҳастед. Марҳамат кинед бародари азиз, нависондан гиред, иншоалло комментотонро мехонем. میگن رستم جان پاسبانی زبان را در چه میبیند؟ تمیشه میکنید. زبان لخم گوشت است. اون سخن ندارد. ولی آنقدر قوی است که میتواند با آسانی قلبی را بشکند. مراقب حرفایتان میشوید. زبان در یک لحظه پاسبانی میشود که انسان را به مهر محبت آلوده میکند. زبان گاهی میشود که یک حرف ناجور را برآورده مردم را به سرسانی و سرگردانی، ویرانشدنی عائله، از فرزند جدا شدنی بعضی پدر و مادر و دیگر و دیگر. زبان این یک لحظه خوب انسانها را بعضی حالت به بدی مبدل میکند. مثال میگیریم از فحش یعنی چی؟ کینه و عداوت، یا ندیده ندانسته به هر صحبت داده شدن بعضی نفران، یا به عباره دیگر در حالت نوشیدن شیطان. میگن رستم جان خوش آمده بردارا. خوالینگ تجه خوش آمده برداری عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله. تاکی رسولیون فیل برامد که این برنامه قطعی چی بفکرم. Так. بله برنامه است. خوش آمدید دوستای عزیز. نویسنین کنی. علیکم السلام برادرای عزیز، حضور زیاد افیر قطع میکنیم. السلام علیکم و علیکم السلام. اهلا و سهلا عزیز. هیچ کنیست در افیر. برادرای عزیز، الله عمر دراز پر برکاتتون، چه رزق فراستون، چه اهل توفیقتون کنه، اهل مومنتون کنه. چی آرزو و هواس نیک در دل هاتون دارین، خداوند به همه آرزو و هواس نیکتون رسونتونه. خداوند همیشه سربلند و خانه آباد نگهدارتون باشه و خداوند به فرزندا را صاحب فرزند صالح، صالحه، سالم نصیبشان داره. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی، که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن، که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. ای فتاح بخشنده، بگشا تو دل بنده، تا بنده مسلمان شود، خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذ والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، انک مجیب الدعوات و رافع الدرجات و منزل برکات
قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین. الله نگهبانتان باشه دوستای عزیز. همیشه با نماز باشین، همیشه با یاد الله باشین. گنجینه در این عالم ویرانه نماز است. توحید بود باده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا ره نتوان بود. گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. این باری عظیم است که بر کوه گران است. این نور درون دل عشاق نهان است. آخر تو ز تعظیم خدای خود چه دانی؟ یک سجده آگاه بهای دو جهان است. الله نگهبانتان باشه برادرای عزیز.